نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما از آن قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. سطح آبهای زیرزمینی در ولایت غزنی کاهش یافته است. همکارم در مورد گزارش را تهیه دیده است که با هم میشنویم. غزنی ولایتی است که بخش بزرگ از باشندگان آن نیازهای زندگیشان را از طریق زراعت و مالداری تأمین می کنند، اما همانند سایر ولایت کشور در این ولایت نیز به دلیل خشکسالی‌های پیهم و استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی برای زراعت، سطح آبهای زیرزمینی روز به روز کاهش یافته و مردم را با مشکلات فراوان روبرو ساخته است. دلته وروره د اوبو سطح د تیر کال په پرتله قریب 14 متره لاندې تللې ده او وار په وار دغه د اوبو سطح لاندې ځي. تیر کال موږ خپل برمه وواله، یوه برمه موږ وواله چې اوبه پر 15 متره باندې وي. اوس فعلا موږ شوه کړي د مایان 2 متره. خواستم از مردم است که کوشش کنن که در آب خود صرفه‌جویی کنن و آب بی‌جا مصرف نکنن و خواستم از دولت است که ذخیره‌گاه‌های آب، بندهای آب و جایهایی که آب ذخیره شود توسط باران و وقتی که باران میشود آب ذخیره شود آنجا. در همین حال مسئولان میگویند در سال روان در این ولایت صدها پروژه بزرگ و کوچک در بخش مهار آب و دسترسی به آن تطبیق شده است. د غزنی په ولایت کې په درې ولسوالیو کې کارونه سوي چې په هغې کې یو اجیرستان ولسوالي هغلته تحکیماتو نو دغه تحکیماتو کارونه پوره سوي. په واغظ ولسوالي کې چک ډیمو دغه کارونه تکمیل سوي. په ځنخان ولسوالي کې چک ډیمو دغه کارونه تکمیل سوي. بل د حفظ و مراقبت په سلسله کې د بند سلطان د حفظ و مراقبت سلسله ده هغه اوس هم دوام لري. تقریبا تر 10% پورې کارونه تکمیل سوي. موږ دغه تقریبا مجموعي 115 کاري روزونه ترمیم کړي دي او 14 د اوبو شبکې دي او دغه د موږ ترمیمات. غزنی یکی از ولایات زراعتی کشور به شمار می رود. در سالهای اخیر استفاده از انرژی سولری برای استخراج آبهای زیرزمینی جهت زراعت افزایش یافته است. کارشناسان این روند را به زیان آینده جامعه می دانند و از مردم می خواهند از استفاده بیجا و اسراف آب جلوگیری کنند. و بازداشت 2 تن همراه با 14 کیلوگرم مواد مخدر در غزنی. همکارم ذکرالله رسولی با جزئیات بیشتر این گزارش. مسئولان امنیتی در ولایت غزنی می گویند نیروهای پلیس در منطقه کوتل روضه در مسیر شاهراه کابل قندهار 2 تن را بازداشت کردند که قصد داشتند 14 کیلوگرم تریاک را از ولایت بامیان به ولایت قندهار قاچاق کنند. به گفته آنان این مواد در یک موتر به گونه ماهرانه جاسازی شده بود. دا خو په اندازه د 14 کیلو تریاک مواد مخدر دي چې له بامیان ولایت څخه قندهار ولایت انتقالول او د موږ مجاهدینو د روضې کوتل په چک پوینټ کشف او ونیول. مقام‌های امنیتی تاکید می‌کنند که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر جدی هستند و میگویند هفته گذشته نیز در همین شهر 10 کیلوگرم مواد مخدر نوع شیشه کشف و ضبط شده بود. په تیر هفته کې تقریبا 13 کیلو شیشه او 1200 زیکب کلی مو گیر کړي په چک پوینټ. این نخستین بار نیست که در غزنی از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می شود، بلکه پیش از این نیز 10 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر در این ولایت به دست نیروهای امنیتی افتاده بود. و کار ساخت تیرپارک یا محل توقف موترهای باربری به ارزش بیش از 34 میلیون افغانی در ولایت غزنی آغاز شد.
مقامات ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی غزنی میگویند این پروژه در ساحه تلخکزار در مربوطات مرکزی ولایت غزنی در مساحت 200 جریب زمین تطبیق می شود که همه امکانات مورد نیاز را خواهند داشت. باز هم همکارم رسولی با شرح بیشتر. کار ساخت تیر پارک یا محل توقف موتورهای باربری به ارزش بیش از 34 میلیون افغانی از سوی ریاست ترانسپورت زمینی غزنی در ساحه تلخکزار مرکز این ولایت آغاز شد. مقامات میگویند که این پروژه همه امکانات مورد نیاز را برای موتورداران خواهند داشت. آنان هدف از تطبیق این مرکز خدماتی ترانسپورتی را انتقال منظم اموال، کاهش ازدحام ترافیکی و جلوگیری از تخریب سرک ها میگویند. دغه د تیر پارک په نامه باندې پروژه ده چې په 200 جریب مځکه کې جوړیږي او احاطوي دیوال به پکښې کې وي او موټروانانو ته به د سهولتونو او د خوب او د استراحت ځایونه به پکښې کې وي او مسجد به پکښې وي او تقریبا څه اضافه د 40 میلیون افغانیو په ارزښت باندې به جوړیږي او دا به تیر پارک وي د عامې لارې موټروانان به استفاده ځینې کوي. موږ به کیفیت ان شاء الله ډیر لوړ وي، خلکو ته د دې کیفیت اطمینان ورکوي چې ان شاء الله په ډیر ښه کیفیت موږ دا ورغو. از سوی هم رانندگان با ایجاد این مرکز خدماتی خوشحالند میگویند که قبلا مکان مشخص برای آنان وجود نداشت و با ساخت این مرکز سهولت‌های برایشان به وجود خواهند آمد. دا خو بیخي موږ لپاره سهولت دی ځکه چې دا موږ د لوی موټر ډرایوران چې یو بل خانه راځو همدلته استراحت کوو، همدلته مطلب دریږو، موږ دلته فشار باندې نه پرېږدي. مثال چې فشار کې بیروبار وي هم د ټکر نه بچ کیږو. دا ځای موږ لپاره ډیر پیدا کړه، موږ ډیر خوشحاله یو. نه سهولتی است برای مردم تمام افغانستان. البته کسایی که موتوردار ترانسپورتی کار میکنن به یک استادگاه خوب است، مثلا خوابگاه است، مسجد است، هر چیز و سهولتی که برای یک انسان ضرور است اینجا هست. قابل یادآوری است که ریاست ترانسپورت زمینی غزنی از ایجاد 7 مکان مشخص برای تاکسی‌های شهری و 7 مکان دیگر برای موتورهای مسافربری ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهد. ریاست امر به معروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غزنی با مسئولان تورنمنت‌های ورزشی نشست اصلاحی برگزار کرد. این نشست با حضور مسئولان حدود 45 تورنمنت ورزشی مرکز غزنی برگزار شد و در آن برای اصلاح فعالیت‌های ورزشی و مطابقت آن با اصول شریعت اسلامی تاکید گردید. در این مجلس رعایت اوقات نماز جماعت، جلوگیری از پخش موسیقی، پوشش شرعی ورزشکاران، پرهیز از قمار و شرطبندی، جلوگیری از استعمال مواد مخدر و رعایت اصول اسلامی در ظاهر و رفتار ورزشکاران از موضوعات مهم مورد بحث قرار گرفت. نشست کمیته عواید ولایت غزنی بعد از ظهر دیروز با ریاست الحاج مولوی سردار محمد مدنی، معاون والی و با حضور مسئولان ادارات محلی این ولایت دایر گردید. در این نشست معاون والی بر انجام به موقع مسئولیت‌ها، رسیدگی سریع به مشکلات مردم و هماهنگی منظم ادارات با مقام ولایت تاکید کرد. همچنان رئیس مستوفیت در مورد عواید مالیاتی و غیر مالیاتی صحبت نموده و بر شفافیت و انتقال منظم عواید به خزانه دولت تاکید ورزید. در پایان اشتراک کنندگان پیرامون بهبود روند جمع‌آوری عواید و رفع چالش‌های موجود بحث و تبادل نظر کردند. و همچنان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت غزنی به عمومی کسبکاران می‌رساند که به منظور ارزیابی مهارت‌های مسلکی از آن افرادی که در حرفه ذیل آموزش دیدند و فعالیت دارند امتحان اخذ می‌گردد. به افراد کامیاب در این امتحان اسناد معتبر و رسمی توزیع خواهد شد. این حرفه‌ها شامل نلدوانی، برق‌رسانی ساختمان، مکانیک وسایط نقلیه، کوچ و فرنیچر سازی، سیستم سولر، فلزکاری، ترمیم ایرکندیشن و یخچال، هاردویر، ترمیم وسایل برقی و UPVC می باشد. ثبت نام متقاضیان جریان داشته و وجود شرایط می تواند در زمان تعیین شده مراجع نماید. اسناد لازم برای ثبت نام کاپی تذکره و 4 قطعه عکس می باشد و جواز دکان یا اسناد معتبر آموزش حرفه نیز ضروری است. متقاضیان محترم می توانند اسناد متذکره را جهت ثبت نام به ریاست کار و امور اجتماعی ولایت غزنی تسلیم نمایند. الحاج مولا عبدالصمد جاوید والی ولایت غزنی پیش از ظهر روز سه‌شنبه با تیم انجینری عزیزی گروپ
که به منظور بررسی امور تکنیکی و تثبیت موقعیت سهم غزنی از پروژه بزرگ 10,000 مگاوات برق به این ولایت سفر کردند دیدار و گفتگو نمود. این نشست با حضور مسئولان ادارات آب و انرژی و زراعت برگزار شد. والی غزنی به ادارات مربوطه هدایت داد تا سهولت‌های لازم را برای انجینران فراهم کنند و بر تسریع آغاز کارهای عملی پروژه تاکید نمود. تیم انجینری عزیزی گروپ نیز اطمینان داد که این پروژه تحت نظارت مستقیم آقای عزیزی قرار داشته و در مرحله نخست تطبیق 100 مگاوات برق شمسی در ولایت غزنی پلان گردیده است که در صورت نیاز ظرفیت آن افزایش خواهد یافت. کار پاککاری 3 کانال بزرگ آب در ولایت غزنی با هزینه نزدیک به 2 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه شامل پاککاری کانال‌های کامل، بازار و زیوج می باشد که با هزینه مجموعی 1,680,000 افغانی تطبیق گردیده است. کانال‌های متذکره که از بند سلطان حقابه دارند و هر کدام حدود 15 کیلومتر طول دارند، به شمول کانال‌های فرعی از رسوبات و مواد اضافی پاکسازی شدند. این پروژه ها با حمایت مالی مؤسسه DRC و تحت نظارت ریاست آب و انرژی ولایت غزنی تطبیق گردیده که در جریان آن برای هزاران تن از باشندگان محل زمینه کار نیز فراهم شده است. رئیس فایدامه ولایت غزنی در هفته روان در جریان سفر کاریش به ولسوالی‌های جاغوری، مالستان و اجرستان از روند کار سرک اجرستان در ساحه کوتل خون بازدید کرد و ضمن دیدار با مسئولان ولسوالی‌های یاد شده وضعیت پیشرفت کار پروژه را بررسی نموده و به منظور رسیدگی به مشکلات منطقوی مسیر سرک نشست مشورتی با قریه‌داران، محاسن سفیدان و متنفذان قومی برگزار کرد. در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای باشندگان محل در زمینه بهبود روند کار پروژه مطرح گردید. ریاست شاروالی غزنی همچنان در هفته روان اعلام کرده است که روند توزیع و اصلاح جوازها در 6 ناحیه شهر غزنی به گونه شفاف و منظم جریان دارد. بر اساس معلومات این ریاست تاکنون حدود 21,725 جواز در تمامی نواحی شهر توزیع و نزدیک به 18,000 جواز دیگر اصلاح شده است. ظفرخان میاخیل مأمور جواز ناحیه اول با اشاره به هدایت شاروال غزنی گفت که روند توزیع جوازها ساده تر شده و سطح شفافیت در این بخش به گونه چشمگیر افزایش یافته است. در همین حال شماری از شهروندان از عملکرد کارمندان بخش‌های جواز شاروالی ابراز خرسندی کرده و از شفافیت و همکاری و برخورد مناسب آنان قدردانی می‌کنند. و نیز ریاست امری به معروف نهی عن المنکر ولایت غزنی اعلام کرده که با تلاش‌های محتسبین این ریاست از نکاح اجباری 2 دختر خانم جلوگیری کرده است. بر اساس معلومات ارائه شده در ولسوالی گیلان، نکاح یک دختر 14 ساله که بدون آگاهی و رضایت وی انجام شده بود، پس از بررسی‌های شرعی و روشن شدن عدم رعایت شرایط صحت نکاح لغو گردید. همچنان در یک رویداد دیگر در منطقه قلعه جوز مرکز غزنی، دختری که از سوی پدرش بدون رضایت به نکاح داده شده بود، به این ریاست شکایت کرده و موضوع با مداخله فوری محتسبین به گونه مسالمت‌آمیز حل و فصل شد. پدر این دختر ضمن پذیرش اشتباه خود تعهد سپرد که در آینده حقوق شرعی فرزندش را رعایت کند. و نیز در هفته روان 2 تن به اتهام غصب زمین‌های حکومتی در شهر غزنی بازداشت شدند. این افراد در شهرک مهاجرین هنگام ساخت دکان‌ها در زمین‌های حکومتی بدون اسناد و مجوز قانونی توسط نیروهای حوزه 5 امنیتی شناسایی و دستگیر گردیدند. مسئولان امنیتی تاکید کردند که با هر گونه غصب و فعالیت‌های غیرقانونی مطابق قانون برخورد خواهد شد. و جلسه نوبتی کمیسیون امنیتی و تصفیه‌ای ولایت غزنی به ریاست معاون والی این ولایت برگزار شد. در این نشست موضوعات مهم امنیتی مورد بررسی قرار گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید. همچنان هیئتی به منظور مشخص سازی سرحد میان ولسوالی‌های واغز، خوگیانی، جغتو و رشیدان تعیین شد و گزارش هفته‌وار امنیتی نیز قرائت گردید. و کار ساخت یک محراب مسجد به ارزش بیش از 13 میلیون افغانی در محوطه پهندان تکنیکی غزنی آغاز شد. مراسم افتتاح این پروژه با حضور رئیس عمومی پهنتون، معاونان، اعضای کادر علمی و هیئتی از وزارت تحصیلات عالی برگزار شد. بر اساس معلومات ارائه شده، هزینه ساخت این مسجد از بودجه وزارت تحصیلات عالی تامین می شود و قرار است کار اعمار آن در مدت 1 سال
به گونه اساسی تکمیل گردد. و ترانسفورمر جدید برق در ساحه غیب قلندر یعنی کارته امام خادی ولایت غزنی به رهبری رئیس ریاست برشنای غزنی و با حضور معاونان و کارمندان فنی این اداره افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه با هزینه بیش از 6 میلیون افغانی تطبیق گردیده و با بهره برداریان بیش از 350 خانواده از برق مستفید شدند. ترانسفورمر نصب شده دارای ظرفیت 400 کیلوولت امپر بوده و توانایی تامین برق مورد نیاز ساکنان محل را دارد. به منظور تطبیق فرامین عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه الله به ویژه فرمان مربوط به مبارزه و جلوگیری از فساد اداری نشستی در هفته روان در مقام ولایت غزنی برگزار شد. در این نشست الحاج ملا عبدالصمد جاوید والی ولایت غزنی، الحاج مولوی سردار محمد مدنی معاون والی و مسئولان تمامی ادارات امارتی این ولایت حضور داشتند. در جریان نشست بر وظایف ریاست مربوطه تاکید شد و تامین شفافیت، جلوگیری از فساد، حسابدهی و افزایش موثریت اجرات ادارات حکومتی و بخش‌های خصوصی مرتبط از مهمترین مسئولیت‌ها عنوان گردید. و الحاج ملا عبدالصمد جاوید والی ولایت غزنی در هفته روان با رئیس اتاق صنایع و معادن و شماری از صنعتگران دیدار و مشکلات آنان را استماع نمود. صنعتگران در این دیدار از کمبود برق صنعتی و محدودیت‌های شاروالی و سایر چالش‌ها سخن گفتند. والی غزنی اطمینان داد که روند تکمیل پارک صنعتی اسفند تسریع و مشکلات مطرح شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی، مولوی زین الله خالد به عنوان قماندان جدید امنیه ولسوالی خواجه عمری این ولایت تعیین و معرفی شده است. نام برده در هفته روان از سوی هیئت قماندانی امنیه غزنی طی مراسم رسمی به مسئولان ادارات دولتی، منصوبین امنیتی و باشندگان محل معرفی گردید و به گونه رسمی آغاز به کار نمود. به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی، نیروهای امنیتی این ولایت موفق به بازداشت 4 تن به ضمن سرقت شدند. نخستین مورد 2 تن که 4 روز پیش در منطقه نوآباد شهر غزنی بکس یک زن را به سرقت برده بودند، هنگام عبور از دروازه بلخ توسط نیروهای حوزه 4 امنیتی بازداشت شدند. بررسی ها نشان داده که این افراد طلا، جواهرات، موبایل، موتر و مقدار پول نقد سرقت کرده بودند. متهمین برای تحقیقات بیشتر به مدیریت جرایم جنایی تحویل داده شدند. در ولسوالی قره‌باغ نیز نیروهای امنیتی 2 تن دیگر را به اتهام سرقت 9 موتورسایکل در مناطق مختلف بازداشت کردند. تاکنون 4 موتورسایکل ضبط شده و تلاش‌ها برای یافتن 5 موتورسایکل دیگر ادامه دارد. افراد بازداشت شده تحت نظارت نیروهای امنیتی بوده و پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی به ماموریت مبارزه با جرایم جنایی سپرده خواهند شد. و همچنان در هفته روان قماندانی امنیه ولایت غزنی از بازداشت 7 مظنون به جرایم مختلف توسط نیروهای محافظ شورا خبر داد. بر اساس معلومات این قماندانی، نیروهای محافظ شورا در جریان گشت‌زنی‌های سیار 2 تن را در مربوطات ولسوالی قره‌باغ و در نزدیکی شاهراه کابل کندهار همراه با 530 عدد تابلت مقدار شیشه و 1 بسته تریاک بازداشت کرده و برای بررسی‌های بیشتر به مدیریت مبارزه با مواد مخدر سپردند. همچنین در یک عملیات جداگانه 2 تن دیگر به اتهام سرقت در شهر غزنی دستگیر شدند که از نزد آنان 13 کارتن انگور، 1 کامپیوتر و 1 پای تلویزیون و شماری از مواد دیگر به دست آمده است. این افراد جهت تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی معرفی شدند. و همچنان مواد خوراکی تاریخ گذشته و به کیفیت از بازار ولسوالی اجرستان جمع‌آوری و در حضور مردم به منظور حفظ سلامت عامه از بین برده شد. این روند توسط یک کمیته مشترک با اشتراک ادارات زیربط انجام شد و مسئولان بر ادامه نظارت از بازارها تاکید کردند. در راستای رسیدگی به مشکلات مهاجرین و تامین سرپناه پایدار برای آنان، والی ولایت غزنی الحاج ملا عبدالصمد جاوید همراه با رئیس ریاست شهرسازی و مسکن این ولایت و با وزیر شهرسازی و مسکن الحاج مولوی نجیب الله حیات حقانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار با محوریت بررسی روند توزیع زمین برای مهاجرین در شهرک دوم ولایت غزنی برگزار شد. در جریان نشست 2 طرف پیرامون چگونگی تسریع روند توزیع زمین، هماهنگی میان ادارات زیربط و راهکارهای عملی برای حل مشکلات موجود بحث‌های همه‌جانبه انجام دادند.
در نتیجه این گفتگو تصمیمات لازم و عملی اتخاذ گردید تا بر اساس آن روند توزیع زمین برای مهاجرین به گونه منظم و شفاف آغاز شده و در آینده نزدیک زمینه اسکان دائمی مهاجرین در این ولایت فراهم شود. شهروالی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به منظور جمع‌آوری مواد تاریخ گذشته از بازار انگوری این ولسوالی نظارت به عمل آورد. در نتیجه این نظارت مواد تاریخ گذشته و به کیفیت شناسایی و جمع‌آوری گردیده و به منظور جلوگیری از تهدیدات صحی در حضور مسئولان مربوطه حریق شد. و ریاست شهروالی غزنی به منظور حل مشکلات ترافیکی و تامین نظم شهری نشستی را با دکانداران سرک شفاخانه ملکی در پیوند به تطبیق پلان تفصیلی این سرک برگزار کرد. در این نشست شهروالی غزنی الحاج مولوی سردار ولی ثابت بر اهمیت گسترش سرک و ایجاد پیاده‌روها تاکید نموده و از دکانداران خواست مطابق طرح شهروالی همکاری نمایند. دکانداران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و شهروالی اطمینان داد که مشکلات آنان در چهارچوب قانون بررسی و در روند تطبیق پلان همکاری لازم صورت خواهد گرفت. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه غزنی، منصوبین حوزه چهارم امنیتی این ولایت یک تن را به اتهام سرقت بازداشت کردند. به گفته قماندانی امنیه غزنی، فرد متهم تجهیزات زراعتی و لاین‌های شمسی را از دو زمین فصلی در ولسوالی اندر به سرقت برده بود که همراه با اموال مسروقه در قریه اسفنده شهر غزنی دستگیر شد. متهم جهت تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی سپرده شده است. و همچنان در هفته روان جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت غزنی برای 1300 خانواده عودت کننده بیش از 22 میلیون افغانی کمک نقدی توزیع نمود. این کمک ها با همکاری مالی صلیب سرخ و توسط تیم BDRT با حضور مسئولان زون جنوب شرق جمعیت هلال احمر افغانی به خانواده های مستحق توزیع شد. به گفته مسئولان به هر خانواده مبلغ 17,000 افغانی پرداخت گردید که 1,000 خانواده در مرکز غزنی و 300 خانواده دیگر در ولسوالی جاغوری شناسایی شده بود. و همچنان به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی، نیروهای امنیتی در ولسوالی گیروی این ولایت 3 تن از مصرف کنندگان و فروشندگان مواد مخدر را همراه با مقدار مواد مخدر بازداشت کردند. افراد بازداشت شده در اظهارات اولیه به استفاده شخصی از مواد مخدر اعتراف کردند و جهت ادامه بررسی ها به مراجع امنیتی ولسوالی گیرو سپرده شدند. همچنین در هفته روان در ولسوالی مقور 4 تن معتاد از سوی آمریت مبارزه با مواد مخدر بازداشت و برای تداوی به کمپ صحی 500 بستر معرفی شدند. به گفته مسئولان قماندانی امنیه غزنی، در حال حاضر بیش از 500 تن معتاد در کمپ صحی مربوطه به مدیریت مبارزه با مواد مخدر تحت تداوی قرار دارند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت های دیگر کشور. ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در مراسم افتتاح نو پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق به ارزش 3.98 میلیارد افغانی در ولایت هرات تولید برق را برای رشد صنعت و توسعه اقتصادی کشور امر ضروری دانست. معاون اقتصادی رئیس الوزراء گفت: ما توانستیم در مدت زمان کوتاه گام‌های بزرگ و مهمی در زمینه تولید برق برداریم. به گفته ملا عبدالغنی برادر آخوند، پروژه های بزرگ برق به ارزش بیش از 3 میلیارد افغانی در ولایت هرات در حال اجرا می باشد. قاری محمد یوسف احمدی، رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی، در مراسم به مناسبت 6 جدی گفت: ملت هایی که با علما وابستگی داشتند همواره کامیاب و سرفراز بودند و در برابر هر گونه اشغال به پیروزی رسیدند. آقای احمدی افزود: پیروزی افغان ها در برابر اشغالگران در نتیجه تعقیب راه خداوند متعال و پیروی از علما به دست آمده است. و همچنان شیخ مدارعلی کریمی بامیانی، معین امور شهری وزارت شهرسازی و مسکن، در مراسم به مناسبت 6 جدی گفت: تجاوز بر ملتی که در برابر اشغالگران قاطعیت دارد محکوم به شکست است. آقای کریمی افزود: ملت افغانستان با عزم و اراده قوی است و اشغالگران هر بار در برابر این ملت محکوم به شکست شدند.
و همچنان شیخ شیراحمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در مراسمی به مناسبت جشن جدی گفت که اشغالگران دین را از سیاست جدا و علما را در جامعه تضعیف کرده بودند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افزود اعمال دین ستیزانه اشغالگران افغانها را وادار به مبارزه کرد که منتج به پیروزی شد. و مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در مراسمی به مناسبت جشن جدی گفت اشغال افغانستان برای اشغالگران یک اشتباه بزرگ بود که این اشتباه را در نتیجه فریب غلامهایشان متقبل شدند. آقای متقی افزود شکست 3 اشغالگر در افغانستان درس عبرتی برای بیگانه ها است که چنین اشتباه را متقبل نشوند. مولوی امیرخان متقی همچنان افزود شکست اشغالگران در افغانستان منتج به شکست آنها به سطح جهان شده است. وزیر امور خارجه در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد افغانستان از یک سو گورستان امپراتوری ها است و از سوی دیگر با شکست دادن اشغالگران به منطقه و جهان خیر رسانده است. وزارت عدلیه به هدف جلوگیری از اضافه ستانی و حل مشکلات موجود در بخش حق العمل دفاتر راهنمایی معاملات میزان کمیشن این دفاتر را در معاملات کرایی، خرید و فروش و بیع جایزی، بازبینی و به گونه رسمی تعیین کرد. به گفته وزارت عدلیه کمیشن دفاتر راهنمایی معاملات در معاملات کرایی نصف کرایه یک ماه تعیین شده که به صورت مساوی از هر دو طرف جانب معامله پرداخت می شود. همچنان کمیشن معاملات خرید و فروش و بیع جایزی 1.5% مجموعی قیمت معامله تعیین شده که این مبلغ نیز به گونه مساوی از فروشندگان و خریدار گرفته می شود. وزارت عدلیه تاکید کرده است که دفاتر راهنمایی معاملات به هیچ عنوان حق ندارد بیش از فیصدی تعیین شده کمیشن اخذ کند. و اداره ملی احصایه و معلومات میگوید ریاست عمومی ثبت معلومات جغرافیایی این اداره سروی آدرسیابی را در ساحات قابل دسترس مرکزهای 34 ولایت کشور آغاز کرده است. اداره مذکور هدف از این سروی را ثبت و آدرسیابی دقیق اماکن، غنیسازی نقشه‌های دیجیتالی و ایجاد جیودیتابیس‌های معیاری عنوان کرده است. این اداره افزود که در جریان این سروی معلومات مکانی آدرس‌های دیجیتالی نقاط بارز، اطلاعات توصیفی شبکه‌های ترانسپورتی شامل سرک‌ها و کوچه‌ها و معلومات مکانی بلندمنزل‌های مسکونی، تجاری و ساختمان‌های چند منظوره جمع‌آوری می‌شود. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر ولایت غزنی و کشور. سری میزنیم به رویدادهای خارج کشور. رژیم اسرائیل تا کنون 969 بار آتش بس در غزه را نقض کرده که در نتیجه آن دست کم 414 فلسطینی شهید و 1145 تن دیگر زخمی شدند. شبکه خبری الجزیره گزارش داده که رژیم صهیونیستی از 10 اکتبر تا 28 دسامبر سال 2025 میلادی 298 بار به غیر نظامیان شلیک، 455 بار غزه را بمباران و گلوله‌باران، 45 فلسطینی را از غزه بازداشت و 162 خانه مسکونی فلسطینیان را تخریب کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده که اوکراین با 91 فروند طیاره بی سرنشین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در منطقه نوگورود حمله کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس تمامی طیاره‌های بی سرنشین منهدم شده و هیچ تلفاتی در پی نداشته است. وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو این حمله اوکراین را به پاسخ نخواهد گذاشت و اهداف و زمان حمله تلافی جویانه را مشخص کرده است. پلیس آلمان اعلام کرده که سارقان با ورود به یک گاو صندوق یک بانک کوچک حداقل 10 میلیون یورو پول نقد و اشیاء قیمتی را از صندوق‌های امانات مشتریان به سرقت بردند. بر اساس گزارش رویترز، سارقان با سوراخ کردن دیوار کانکریتی یک از شعبه‌های این بانک در یکی از شهرهای غربی آلمان دست به سرقت زدند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالیا روز سه‌شنبه هفته روان در شهر استانبول دیدار کردند. آقای اردوغان در یک نشست خبری مشترک با همتای سومالیاییش تصمیم رژیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالیالند به عنوان یک کشور مستقل را محکوم کرد و این اقدام را نامشروع و غیر قابل قبول خوانده است. همزمان رئیس جمهور سومالیا این اقدام رژیم اسرائیل را رد کرده و آن را مداخله و تجاوز به خاک کشورش و نقض آشکار حقوق بین المللی دانسته است.
شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه. امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشد. تا برنامه بعد که بازم من حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان میسپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. ای تو کاشانه نسل پر افتخار خاک